سلام علیکم. همین ویدیویی که روزی 15 برآمده بود جنگ خشتمان کلین، همون ویدیو یک سال پیش کردگی بودیم. او ویدیو یک نیم سال پیش برآمده بود. او ویدیو را وقتی ما در وقت جنگ قهر کرده بودیم و قهری بودیم. او ویدیو به هیچ که دخالت نداره. برای ریسپوبلیکا ما را نکرده بودیم، برای اویله خود ما کرده بودیم. هیچ که کاری هیچ که نباشه که پرتافته کسی از تلفن ما دزدیده او ویدیو چیکار کرده ما نمیدونیم. ما زندگی ما تین شدگی، احساس شدگی. این خشتمانم اینا بکام زندگی ما ساده آباده کارتون و زندگی ما نباشه. کسی اون ویدیو را پرتافته خدا جان خونش بسوزه، دوست دشمن که شیناسه نشناسه خدا ای فرزنده. مردم این جنگ کلین خشتمان بود، بین کلین خشتمان. وقتی که کلینی من در گپای گنده زد، من نسبت کلینم خیلی جنگ کردم. از ما این دگونه این کلینم دختر خوب شده بعد این جنگو. این فرزنداش در پیش ما خونه آباد داره. شما میخواهی که همین کلین همین دختر قطعی همین شوهرش دیده شده نسبت میگه شما گپای گنده زده. شما اگه میدونید من چه نیست. من یک کلین ندارم، من بورسگه تو پنج کلین دارم. هزار بورسگه من خونه آباد دارم. کلینم قطعی شوهرش نقشی زندگیشون نقضه فرزنداشون. شما فهمیده کسی که نسبت همین خانواده ما نسبت فرزندای ما همین خیلی گپای گنده را پهن کردین، همین ویدیو را پهن کردین خونش جزیل شود. خدا جان ای فرزنداشون بینن، ای کلیناشون بینن، ای دختراشون بینن. خدا جان ای خانه آباد نبینن. شما نسبت به گپای گنده نزنین. اول فکر کنین، فکر چقدر کنین بعد گپ زنین. شما بیکارین گپای گنده میزنین. عقل فراست نداره نسبت یک آدمی که هیچ گناه نداره این گپای گنده میزنه. استغفرالله کنین، استغفرالله.